بعیدن این سیرک از اینجا، ولی بیایم با هم بریم. ما الان توی اوبریم و داریم میریم سیرک 2 ساله، سیرک خیلی معروفیه. پارسال میخواستیم بریم ولی تیکت گیرمون نیومد. حالا امسال داریم میریم و این برنامه شماره 1 مونه واسه تولد من، به خاطر اینکه من تولدمو امسال ایرانم، دارم میرم ایران و نیستم اینجا پیش محمد. و خب محمد گفته که من میخوام در چند مرحله تولد تو رو یه سری برنامه های داشتیم. Is it kind of concert? No, it's not a concert, it's like a show. و خب یه سری جایی دمتمون بستن و دقیقا جای سیرک هم همونجا پرسید که گفتش شاید نتونیم بریم اونجا به خاطر اینکه بستن و اینا، به خاطر این فستیواله. حالا ببینیم دیگه. و خب داشتم میگفتم ASTN تبر پیداست دستش. واسه تولدم فردا هم برنامه 2. حالا این هفته ما لانگ ویکنده و هر دومون آفیم 3 روز و خب سعی کردیم که کلی برنامه بریزیم برای این 3 روز. اصولا میریم ولد، فستیوال ولد، ولی امسال دیگه نرفتیم فستیوال، خیلی رو مودش نبودیم و اینکه آره حالا ما اوبر هم گرفتیم به خاطر اینکه نمیخواستیم ماشین بیاریم، خیلی گرون بود پارکینگش و اینکه دیرمون هم بود، وقت نداشتیم که جای پارک و اینجور چیزا پیدا کنیم. ما دیر رسیدیم اینقدر که ترافیک. چقدر بود؟ $7.5 من آب خریدم. اگه میدونستم واقعا نمیخریدم، ولی خب دیگه تشنم بود. محمد چطور بود تا اینجای کار؟ بامزه بود، بد نبود. حالا فکر کنم که اتفاقا اینکه دیر رسیدیم خیلی خوب بود، به خاطر اینکه
یه جایی که خیلی بهتر جای خودمون بود و بهمون دادن و الان هم میریم قسمت دوم. میگن قسمت دومش خیلی جالب تره.
استریپ تموم شد. الان داریم میریم خونه. تصمیم گرفتیم که با استریت کار برگردیم و اوبر نگیریم. محمد داره جهتیابی میکنه. سیکم بد نبود، جالب بود، واسه یه بار دیدن جالب بود. و بریم طرف خیابون. الان برنامه اینه که تصمیم بگیریم چی شام بخوریم. نمیخوایم بریم بیرون، میریم خونه دیگه شام بخوریم و فیلم ببینیم.